در دایره تدبیرهای آبادانی و تنتنه‌های تجلیل از روز پرزیدنت با دستگیری حکومت مملکت مخصوصا توجهی به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب، سهم صاحبکاران و شخصان سخاوتمند در موضع سمنت زاود و دهه‌های کولی هوایی زیمچورود و نوکاندوز ناحیه، 4 بنگاه سلامتی، مرکز معاصر خدمترسانی و کتابخانه زمانوی مجهز با تجهیزات و لوازمات ضروری مورد استفاده قرار داده شد که در زمینه عملی نمودن این تدبیر مشکلات چندین ساله ساکنان راه حل خود را پیدا کرد. در بنگاه سلامتی برای طبیبان شرایط ارزنده از جمله حجره‌های کاری بر هوا فراهم آورده شده، همزمان آن با دستگاه و تجهیزات ضروری طبی تامین میباشد. در دهه‌های کولی هوایی و زیمچورود دهات چارباغ و ورزاب قلعه ناحیه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و سهم صاحبکاران وطنی، 2 بنگاه سلامتی و مرکز خدمترسانی مجهز با شرایط ارزنده کاری مورد استفاده قرار داده شد. بنگاه سلامتی در دهه کولی هوایی از 3 حجره کاری عبارت بوده، در آن با نظرداشت انجام سریع و با صفت خدمترسانی‌های طبی به ساکنان دستگاه و تجهیزات لازمه طبی دسترس گردیده است که من بعد از چنین شرایط فراهم نموده حکومت مملکت اهالی به طور وسیع استفاده خواهند برد. بنا 2 آشیانه بوده، در آشیانه یکم برای خدمترسانی سطح بهتر طبی به اهالی این دهه بنگاه طبی با معاصرترین شرایط کاری و در آشیانه دوم با مقصد صاحب شغل نمودن جوان دختران و پسران کارگاه دوزندگی و سرتراشخانه تشکیل گردیده است که در مجموع 10 نفر ساکن دهه زیمچورود با جای کار دائمی تامین گردیدند. در دهه نوکاندوز که دهه مذکور از مرکز ناحیه نزدیک 40 کیلومتر مسافت دارد، در ادامه کارهای آبادانی بخشیده به روز پرزیدنت بنای نوی بنگاه سلامتی مورد استفاده قرار داده شد. قبلا در این دهه دوردست شرایط مساعد برای خدمترسانی با صفت طبی موجود نبود و ساکنان در دوره‌های سردی به مشکل‌های زیاد روبرو می‌گشتند. اکنون با بنیاد انشاءات نوی ساحه و نصب دستگاه و تجهیزات زمانوی در آن مشکلات چندین ساله ساکنان دهه نوکاندوز برطرف گردید. تدبیرهای مهم صاحبکاران وطنی برای سهم گذاشتن در آبادی دهه مخصوصاً بنیاد بنگاه‌های طبی، سرتراشخانه، کارگاه دوزندگی و کتابخانه زمانوی شایسته تحسین بوده. این روند باز هم ادامه داده می شود. تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در سرتاسر مملکت ادامه داشته، هدف اساسی بهتر کردن سطح زندگی اهالی و بنیاد اینفراساختور در شهرک و دهات کشور می باشد. در پیروی به اقدام و تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، حاجی محیب باباجانов همراه پسران صاحبکارش بگیجان و رحیمجان این نوبت از دهه لوچوب تا سیاد ناحیه ورزاب به مسافه 5 کیلومتر و با خرج بیش از 1 میلیون سومانی راه ماشینگرد بنیاد نمودند. یادآور می‌شویم که راه مذکور هنوز سالهای 50 قرن گذشته طریق حشر ساخته شده، ساکنان اساساً در این مسیر پیاده حرکت می‌کردند. در موسم تیرماه و زمستان ساکنان از این راه با مشکل گذر می‌نمودند، مخصوصاً در فصل سرما رفت و آمد با این راه نهایت دشوار می‌گردید. در رفت کارهای بنیادی قریب 10 نفر متخصص محلی به کار جلب گردیده با معاش خوب تامین شدند. راهسازان تاجیک با استفاده از تکنیک و مکانیزم با اقتدار در مدت 4 ماه راه بین دهه لوچوب تا سیاد را با رعایت معیارهای راهسازی با صفت بلند تجدید و نوسازی کردند. با بنیاد راهی هموار سنگفرش مشکلات چندین ساله ساکنان محله‌های نامبرده به پررگی برطرف کرده شد. ما همون سخنرانی های جناب عالی سرمشق کاری خود کرده شکرانه میکنیم که ما چنین راهبر خردمند داریم. از بس که من خودم یتیم کلان شدم، من میخوام که با همراهی فرزندانم درباره آبادی وطن کوشش و غیرت میکنیم. این همه آبادی ها، این همه کارهایی که در جمهوری ما شده میگذرد، این همش با راهبری خیرتمند ما اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان می باشد. افتخار میکنیم که
ما سروری عاقل و دانا داریم. به مناسبت روز پرزیدنت ما با همراهی فرزندانم تصمیم گرفتیم که زیاده از 5 کیلومتر خط برق رو به قشلاق نوکندوز ناحیه ورزاب آوردیم. من بعد برای حرکت معتدل واسطه‌های نقلیاتی ساکنان و مهمانان دهه‌های دوچوب و صیاد در 4 فصل سال شرایط ضروری فراهم است، زیرا راه نوبنیاد با پهنایی از 7 تا 10 متر ساخته شده است. در رفت نوسازی راه اینفراستراکچور ضروری از جمله قبرهای آبگذر گذاشته شدند تا در موسم بارشات به راه ماشینگرد آسیب نرسد. مورد ذکر است که با سهم این عائله سخاوتپیشه در برابر ساختن راه ماشینگرد از دهه دوچوب تا صیاد همزمان در منطقه دشوارگذر کوهسار به مسافت زیاده از 5 کیلومتر و با خرج 500,000 سامانی از دهه صیاد تا نوکندوز ناحیه ورزاب خط انتقال نیروی برقی ساکنان محله مذکور سالهای طولانی به آن دسترسی نداشتند کشیده شد. برای کشیدن خط انتقال نیروی برق 80 عدد ستونپایه آهنی نصب گردیده 15,000 متر ناقل با صفت کشیده شده است. متخصصان محلی در مدت 1 ماه با وصل و نصب ستونپایه ها نیروی برق را تا دهه دوردست نوکندوز انتقال دادند. برای تامین معتدل قوه برق به ساکنان دهه مذکور یک ترانسفورماتور با اقتدار نیز خریداری و نصب گردیده است. با تاکید متخصصان ناقل ها و بستک های برقی دارای صفت بلند بوده برای استفاده طولانی پیش بینی شدند. با دستگیری شخصان سخاوتپیشه در یک مدت کوتاه ساختمان خط برقی 10 کیلوولت ساخته به استفاده داده شد. بغیر از این در دهه نوکندوز ایستگاه ترانسفورماتوری 100 به 10,000 کیلوولت آمپر وصل کرده شد. این همه پیشروی ها در اساس غمخواری و دستگیری های محترم جناب عالی می باشد. باید تذکر داد که دهه نوکندوز ناحیه ورزاب سیخوجگی دارد و ساکنان سالیان زیاد از موجود نبودن خط برقرسانی مشکلی داشتند. در پیروی با اقدام و تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان صاحبکار وطنی از ناحیه رشت حاجی بیگجان باباجانوف به دهه ما خط نیروی برق کشید. ما ساکنان محلی از دستگیری های جناب عالی و صاحبکار وطندوست و تشبسکار صمیمانه اظهار منتداری بیان می نماییم. با در نظر داشت موجود نبودن راه ماشینگرد عائله باباجانوف‌ها تصمیم گرفتند که از دهه صیاد تا نوکندوز به مسافت 5.8 کیلومتر راه بنیاد نمایند. همین طریق سهم این عائله سخاوتپیشه در برابر سهمگذاری در کارهای آبادانی و بنیادکاری مملکت اینچنین با رساندن کمک به عائله‌های نیازمند و کمبضاعت و معیوبان نیز نظررس است. ضمنی به استفاده دادن راه مذکور تاکید گردید که در پرتو سیاست انسان دوستانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در یکجایی با صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه با مقصد فراهم آوردن شرایط ارزنده کار و زندگی برای ساکنان تشبس‌های سازنده در عمل تطبیق کرده می‌شوند. بنیاد راهی بین دهه‌های لوچاب و صیاد و کشیدن خط انتقال نیروی برق تا دهه نوکندوز ناحیه ورزاب در عرفه تجلیل روز پرزیدنت تاجیکستان تحفه ارزنده برای ساکنان میباشد. من بعد ساکنان در همه فصل‌های سال از این را به ممنوعیت استفاده برده با نیروی برق تامین می‌گردند. محیدین محمد داوود معروف عبدالله بهرالدین ظاهر فیروز موسی برای برنامه اخبار.